لازانیا همه جورش خوشمزه است، اما یه بار این مدلی درستش کن که فوق العاده میشه. البته کلی نکات و فوت و فن داره که همه رو برات میگم. مواد اولیه رو که خورد کردی، بعد توی یه تابه پیاز نگینی رو خوب تفت میدی تا طلایی شه. بعدم سیر، بعد گوشت رو اضافه میکنی. بعدم ادویه‌ای که توی کفشن بهت گفتم و فلفل رو اضافه میکنی. ادویه‌ای که توی خود بسته لازانیاست رو اضافه میکنی و بعدم رب و تفت دادم و بهش اضافه کردم. در نهایت قارچ رو اضافه کردم و اجازه دادم که بپزه. راز سفت و خشک نشدن لازانیا همین سس بشامله. به کره آرد اضافه میکنی، تفت میدی و شیر رو اضافه میکنی و ادویه هاشو. وقتی نرم و یک دست شد آماده. کف ظرف و سس بشامل میریزی و من از ورق لازانیه های پیش پخت استفاده کردم که نیاز به جوشوندن نداره. بعدم طبق ویدیو همطور که میبینین لایه به لایه مواد رو میریزی. به لایه آخر که رسیدی سس بشامل رو زیاد میریزی، روش هم کاملا با پنیر میپوشونی. از فرکه در آوردی بهش 10 دقیقه زمان میدی، بعد برش میزنی که لایه ها از هم جدا نشه. نوش نگاهتون.